در مرز بروندی و کنگو در قاره آفریقا یه رودخونه وجود داره که اسمش روزیزیه. ماهیگیرهای کشورهای دو طرف همیشه توی این رودخونه فعالن چون ماهی فراوانی اونجا وجود داره و ماهیگیر هم زیاده. اما این یه رودخونه معمولی نیست که آروم باشه و بری راحت ماهیگیری کنی. کلی موجودات خطرناک دیگه هم در این رودخونه وجود دارن که یکی از اونها اسب آبیه. این حیوان برخلاف ظاهرش که مثل فیل یه حیوان آروم نشون میده، اما بسیار خطرناکه و ماهیگیرها هم این موضوع رو خیلی خوب میدونن. برای همینطور که مشغول کار هستن مواظبن که اسب آبی سراغشون نیاد. اونا خوب میدونن که اسب آبی بیخودی حمله نمیکنه، یا باید بری توی قلمروش یا یه خطری براش ایجاد کرده باشی. اما این ظاهر قضیه است. زیر آبهای این رودخونه یه موجودی وجود داره که از اسب آبی هم خطرناکتره. اسب آبی به خاطر جثه بزرگی که داره به راحتی دیده میشه، اما این موجود به این سادگی ها دیده نمیشه و در یه لحظه میاد یک حمله برق‌آسا میکنه و طعمه خودشو میکشه توی آب. این داستان گوستاوه، یک تمساح نیل آدمخوار. داستان شکار گوستاو اولین بار در سال 1987 اتفاق افتاده. البته اهالی این منطقه گفتن که این اولین باری نیست که آدم شکار کرده، چون از دهه 70 گوستاو مشغول این کار بوده. ماهیگیران رودخونه روزیزی و حتی دریاچه تانگانیکا بیشتر گربه ماهی میگیرن، چون توی این آبها زیادن. ماهیگیرها گربه ماهی میگیرن. گوستاو هم منتظره وقتی ماهیگیرها میخوان تورهاشون از آب بکشن بیرون، میپره و یه دونشون رو شکار میکنه. حتی دیده شده مادر و بچه‌ای که دارن لب آب لباسهاشون رو میشورن، گوستاو پریده و بچه رو شکار کرده. مطمئناً همتون میدونید که کروکودیل چطوری حمله میکنه. در یک لحظه بدون اینکه فرصت فرار بده حمله میکنه. خیلی آروم از زیر آب خودشو نزدیک میکنه و بعد در یک لحظه طعمه رو شکار میکنه که در اینجا اون طعمه انسان‌ها هستند. بعد از این حوادث مردم در این منطقه در مورد گوستاو یه افسانه ساختن، حتی اسطوره سازی کردن که گوستاو یک موجود قابل احترامه که میگن نباید بهش صدمه بزنی و باید بهش احترام بذاری. معمولا انسان‌ها از هر چیزی که نمیتونن ازش سر در بیارن یه افسانه و داستانی درست میکنن. حالا گوستاو هم اینجا شده اسطوره. شاید باورتون نشه گوستاو صدها انسان رو خورده بوده و مردم بهش احترام میذاشتن و این داستان میرسه به گوش نشنال جئوگرافیک و اونها هم میگن خب میریم بررسی میکنیم ببینیم موضوع چیه. که 300 تا انسانو خورده، تازه بهش احترام هم میذارن. چند تا از مستندسازها و محققها گوستاو رو پیدا میکنن و شروع میکنن ازش یک مستند ساختن. اونها نزدیک نشدن، اما دورادور فهمیدن که گوستاو نره، یعنی اسمش درست بوده و یک کروکودیل هیولایی برای خودش. 6 متر و 10 سانتی متر طولشه و نمیتونستن وزنش رو بگیرن، اما جثه و هیکلش رو که دیدن حدوداً تخمین زدن که 900 کیلو وزنشه. سنش هم تقریباً درست تشخیص دادن. اونها گفتن که گوستاو حدود 50 سالشه، یعنی تقریباً سال 1955 به دنیا اومده. اما سوالی که امکان داره پیش بیاد این هست که چطور تونستن سنش رو تشخیص بدن؟ مگه از شکل و ظاهر میشه سن یک کروکودیل رو تشخیص داد؟ اونها از داخل دهنش تونستن سنش رو تشخیص بدن. از شکل و تعداد دندونهایی که داره میتونن سن کروکودیل رو تشخیص بدن. و نکته جالبی که در مورد کروکودیل ها وجود داره اینه که یه درنده باستانی هن، موجودی که فرگشت کندی داشته. یعنی کروکودیل هایی که امروز ما میتونیم ببینیم از زمان اولین دایناسورها روی زمین بودن و زندگی میکردن. اینها عملاً خود تاریخن. کروکودیل ها 230 میلیون سال قدمت دارن. میدونید چرا فرگشتشون انقدر کم و جزئی بوده؟ به خاطر اینکه احتیاجی به این کار نداشتن. توی آب شکارشون رو پیدا میکردن، دندون، جثه و هیکلشون هم که کافی بوده. یعنی هر جا زندگی میکردن پادشاهی میکردن. نه جونشون در خطر بوده و نه گرسنه میموندن. و همچنین نکته جالبتر اینجاست که کروکودیل ها از روزی که به دنیا میان تا روزی که از دنیا میرن در حال رشدن. البته هرچی سنشون که میره بالاتر رشدشون کندتر میشه ولی متوقف نمیشه. سن متوسط کروکودیل در طبیعت حدود 70 ساله، اما امروزه در مراکز حفاظت از کروکودیل ها که در آفریقای جنوبی هست، کروکودیلی زندگی میکنه که 125 سالشه. اسمش هم هنریه. سال 1900 میلادی به دنیا اومده و هنوزم صحیح و سالم داره زندگی میکنه. اگر همین هنری بره توی طبیعت چند روزی بیشتر زنده نمیمونه. چون به دلیل سن بالایی که داره تمام دندونهاش از بین رفته. غذا رو میذارن جلوش، اونم غذا رو میبلعه. یعنی توانایی شکار کردن نداره. اما گوستاو در این دورانی که داریم حرفشو میزنیم تازه 50 سالشه، یعنی تازه اول کاره.
طبق تحقیقاتی که دانشمندا انجام دادن میگن اگر کروکودیل ها دندوناشون نریزه و خراب نشه حداقل 200 سال عمر میکنن، چون هنری 125 سالشه. وقتی معاینش که میکنن میبینن کاملا سلامته و فقط دندوناش خراب شده. کروکودیل های نیل که گوستاو هم یکی از اونهاست، که البته این نوع کروکودیل فقط در رودخونه نیل نیست، در بیشتر دریاچه و رودخونه های آفریقا هم وجود دارن. اینها معمولا شیوه شکارشون به این صورته که نزدیک کناره های آب کمین میکنن و حیواناتی که لب رودخونه میخوان آب بخورن رو شکار میکنن. معروف ترین شکارشون هم گورخر یا گوزن‌های یالداره که در این مناطق فراوون هستن. خلاصه اینها هیچ وقت گرسنه نمیمونن، اگر چیزی هم برای شکار گیرشون نیاد زیر آب ماهی شکار میکنن و میخورن. بعضی وقتا همین تمساح‌های نیل کارهای ناجوری هم میکنن، مثلا حمله میکنن به بچه اسب آبی و طبیعتاً اسب آبی هم برای دفاع کردن از بچه خودش حمله میکنه به کروکودیل ها، که البته این درگیری کم پیش میاد اما اتفاق افتاده. ولی سوالی که پیش میاد اینه که در درگیری بین این دوتا کی برنده میشه؟ معمولاً اسب آبی به خاطر وزن زیاد و جثه بزرگش مطمئناً جلوی کروکودیل کم نمیاره. کارشناسان نشنال جیوگرافیک در سال 2009 وقتی این کروکودیل ها رو بررسی کردند و با محیط زندگیشون بیشتر آشنا شدن، فهمیدن که کروکودیل ها زیاد باهوش نیستن، اما گوستاو یه مقدار باهوشه و خیلی راحت فهمیده که انسان ها شکارهای راحت تری هستن. پس به این نتیجه میرسه که چرا باید برم دنبال شکارهایی مثل گورخر و گوزن که امکان فرارشون بیشتره و گرسنه میمونم. انسان‌ها بعضیاشون تو آب هستن و شکارشون خیلی راحت تره. به این علت گوستاو آدمخوار میشه. کارشناسان نشنال جیوگرافیک در همون سال 2009 مستندشو در مورد این تمساح میسازه، تحقیقاتش رو کامل میکنه و برمیگردن به کشورشون. اونها تو مستندشون رقم 300 نفر کشته شده توسط گوستاو رو باور نمی‌کنن و میگن تخمین زدیم که حدود 60 نفر رو کشته و در انتهای گزارششون گفتن که این قابل قبول تره. این مستند باعث میشه که گوستاو معروف بشه. در سال 2015 دانشمندای دیگه‌ای تصمیم میگیرن بیان اطراف این رودخونه و گوستاو رو پیدا کنن، تله بذارن و بگیرنش و بعد ببرن یک مرکز نگهداری که اونجا ازش مراقبت کنن و راحت‌تر زندگی کنه. در این زمان اون حدود 60 سال سن داره. دانشمندا جستجو رو شروع میکنن و بالاخره گوستاو رو پیدا میکنن و براش تله میذارن، قفسی که پر از گوشته که مثلا برای خوردن این گوشت ها بره توی قفس و اینها درو ببندن و اینطوری گوستاو رو به دام بندازن. اما قسمت جالبش اینجاست که گوستاو بارها از کنار این قفس رد میشه اما اصلا توجهی نمیکنه. و خلاصه بعد از این داستان دیگه گوستاو رو کسی نمیبینه و الان نمیدونن که اون زنده است یا مرده. اگه زنده مونده باشه سن و سالی نداره، فقط 70 سالشه، که البته کروکودیل هایی که در طبیعت زندگی میکنن عمر متوسطشون همین حدود 70 ساله. اگر بری سراغ اهالی این منطقه و در مورد این موجود ازشون بپرسی، با احترام در موردش حرف میزنن و قبول نمیکنن که مرده باشه. خلاصه الان گوستاو 10 ساله که معلوم نیست کجاست، نه دیده شده و نه جنازه‌ای ازش پیدا شده. به هر حال در این منطقه اسم و رسمی داره و به یک اسطوره تبدیل شده. اگر تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید ازتون ممنونم. به عشق خودتون این ویدیو رو لایکش کنید، کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین.